نوازیش گپ نزنم از حوصله مندیش گپ نزنم حوصلهش خیلی زیاد است خیلی زیاد بایم که دیشا واقعا مصاحبت خورده میگم از بس که بخواب بود بخیم زو ایران مانداد که طوریت کس رو نمیشنوید طورای بسیار ثقیل میگفت لغتای شما نمیفهمیدم آخر نشد بود مالا خیلی خوشم میبینه برخاو کنه مکتب شاگرد معلم بودیم. اگر نمو یک سال مثلا در صنف یک سال صنف از مو سر زیبال بود به مور انگلیسی درس میداد. صنف شما بال بود؟ آره مو رفتی انگلیسی امو ابو کچر یار اکیف وان دوای دل شهوده تو روی یا بایی و بلای بوری دل زیبایی یا بایی ای های بلای بوری دل زیبایی یا بایی بله دنیا شهود قبل نوازمی و بهشت است در زیر پای یابی ای های بهشت است در زیر پای یابی. خیلی زحمت میکشی زحمت کشیده امیدوارم که مور تحمل کنی یک فهمو فهمم سرت برد مخری خیره خیره دیگه شما هر قدر که گپار بگین ما باش شماره خوش دارم که تو کنسل کنی کنسل کن ولی جان توبه که زاری کنم آتب و آب تو را راضی کنم آتب و آب تو را راضی کنم آتب و آب تو راضی نموشه یا که یریزه پیش قاضی کنم یا که یریزه پیش قاضی کنم خانه مایم شو چراغانه یار شیرین آمده میمانه یار شیرین آمده میمانه وای عجب رسمی زمانه شده پالوی آن شش تو نمیمانه پالوی آن شش تو نمیمانه. هموطنان نهایت گرامی سلام علیکم وقتتون بخیر آرزو می‌کنم شما خوب و خوش صحتمند باشین از چینلی از ما خوش آمدید در چینل ستاره کلگی از ما بریم جریان برنامه را سعی کنیم با خدا از بس که خندق نمیشه کم درد گرفت جایشم خالی تا تلفن چارج گرفت مو یک لحظه شیش دبن قصه کردی یک لحظه که میشه خود خلاص کردیم یک لحظه خلاص کردیم این رو پیش میشته ستاره میگه بال نیا مو بخی خلاص کنی ضربه اقتصادی میزنی تو جگر ما در چینل اردیم سعی کردیم که ما در شهر زیبای ونکوور هستیم و بسیار برنامه‌های متفاوت برای شما داره بسیار از مهمان نوازی‌های از اینا هرچی بگی از خوبی‌های از اینا امی گل دختره که دبیخ از ما بشین بس بفهمین دیگه و لباسای از ما خیلی خوب شیست از خودون از ما است خودون از ما کس که دی خلیفه بخشش کناره اصلا از خود هر کس که خوشتری میتونه بخشش رای کنم این هم میتونه بخشش رای کنه شما فقط آره یکونه الماری اوکی. آره دوستای عزیز سلام این چینل از مایه از ستاره نه از مستاره دیگه در چینل تمن اوش کردیم که ما سلام دعا کردی بس شما گفتی بریم در دیگه چینل اینا لیمون که چای از ما خلاص داشت شما چای گرفته باییم دیگه امیدواریم که آهنگی خوب شاد بخوانی که ما دیگه وایه نکنم بخشش باشه ما وایه یک دم رفتم یا نمیگم که سرمت اینجا داون داشته اصلا بخشش میشه پس این رفتم- تو من جوی دو نمیشه رفتم سعی کردیم که سرما بودیم خیلی درویم داون داشته دیگه باشیم قد از مو آره یا تو سلام کنیم رفیق جان کامای گل سلام آقل ولای که از چینل استرار مارش کنین سلام بلده کلگیشون تقدیم اونو بلده آقل ویولا بلده آقل کاکاولا بلده گنباد بلده تمام آره خواهر دیگه بلده دوستای تمام آقای بلده تمام قومایی که چی در سر دنیا هستین در افغانستان در ایران در پاکستان در استرالیا در آمریکا در کانادا در اروپا در هر جایی که هستین یک سلام گرم زمستانی تقدیم کلگیشون آرزو دارم در هر جایی که هستین خوش و خوشحال باشین خوشحال هستم که امروز بازم مهمانی دو عزیز خود هستم دو خوار خود هستم در چینل تمام آقای مش کردین یک لحظه گفتی خندیدی کلگیش میده در قسمت‌های بعضی از قسمت‌ها ناراحت هم کردم سارا رو ویش بر کردم تمام حتی کم مونده بود که وی خودم مثلا بعد از یک برنامه قش شد خوبم دیگه دل سیر گریه کردم و یک دم دیگه هستم قد از شما امیدوار هستم که چینل زی آقای را سابسکرایب کنین زنگوله رو چوخ کنین شیر کنین کامنت های خوب بدین
لایکین کامنت کنین از این طرف ترجمه ترجمه را بخاطر بگیم ما پشتو گپ میزنیم دیگه لایکین سابسکرایب کن چنل از یا غیره با حمایت های تک تک شما خوبان ضرورت داریم موفق باشید به شک و بسیار زیاد خوشم ده بند دل آقای چیم آقای خوشم ده بعد از سالا بعد از در چینل تمام آقای هم گفتم که بعد از 13 14 و 15 سال ما این دوست خود را کم از یک منطقه هستیم از آقیل هستیم هم دوستای بسیار صمیمی دوران مکتب هستیم دیگه بعد از چند سال یا غیر ما در کانادا شدم دیگه خیلی خوشحال هستم چیم آقای خوشم ده بسیار زیاد خوشم ده یکی در خانه هم ده در اتاق هم ده در شهر هستم هم ده خب بخی قدمای روی چشمای مسته همچنان تمام آقای تو خوشم ده رفیق بند دل رفیق شیرین قدر دوستی را آدم باید بفهمه هر کس دوست آدم شده میتونه ولی که به چی دوست آدم اعتماد کنه بسیار سخته اینا کسایی هستن که دوستای هستن که هم در روز خوب قد آدم هستن در روزای بد جیگری خدا از اینا شر از یار دو نجات بده ایشم لباسم پوشته اوشم لباسم پوشته اگر در اتاقم بوری به خدا اتاقم را رقم تیت کده اون طرف آرایش اون طرف پیله او طرف قاب طرف دنبورای طرف کتابچه ما در وسط اتاق گم شدم که هیچ وقت اتاق ما رقم تیپراک نبود ولی یار ده رقم تیپراک کده دمشون گردن تشکر البته نگفتن من لباس از خود جانی من پیش از اینکه اینجا بایم یک ما شاور ششتمش کوک دو حوالش دنبال خودم میگوی اره این خوشم ده دل جای ما ایر بیدیم از او خاطر میگه از ما نه امی صدقه سر تو با وجود که توفه نه اگه ایز منم بودی چطور را جان یا قدازی لغاریخ ما چطوری کالازی تجان اسمش نه تو بگی بسیار باست واقعیت داره آره این خودی از یک هسته اولا می که ما تشکری و بقیه گپای خود چینل از ما کدی از او خاطر ما خیلی صمیمی شروع کردیم به خاطر که کلی گپار در اونجا گفتیم بازم از چینل ستاره شما ما رو بیننده هستین ما خیلی سپاسگزاریم از این نوربند نجغای ققنی قدر ققن دیگه واقعا خیلی زحمت کشید در میدان هوایی خیلی دیر منتظر از ما ماندگ و آمدیم فکر کنم 2 بجه از 10 بجه شب رسیدیم تا 6 صبح را زینگ کل شیشتیم دیگه آقای گو رفته کلی دکتر جمع شده دیگه آقای گو رفته باز ستاره خیلی سر از ما قارم شد و ما یزید تا صبح قصه کردیم رفیق دوران مکتب شیر آوردم اردوش یگان دفعه دیشا اینا کلگی بود قلیا جمع شد قصه بچه ماتی فلانی آبی فلانی رو میکرد ما شدن دبایی نظر خب سعی میکرد قصه اسکیرمونه اینا بخشی از من ناشناخته بودک اولا می که مو خیلی دیشا خواهنک دیش مو ببخشید اگر مو خیلی خوالود معلوم بشید دومی که شریفه جان جگر آقای ما صدقیت شدم که قص گل دختری قص مهربانی قص زحمت کشی واقعا خوبه واقعا از کار و روزگار خوزیده ما گفتم کار چند روز کار نداره دیگه می گفتم یعنی این همه را یعنی بقیه چیزا یک طرف خاص به خاطر دیدار دوستا آدم مورا که کمی مثلا یک بهانه کریسمس و مثلا سال نو اینا بخشی از اینا معمولا نوروز را تجلیل منی سال نو رو ما خیلی وقتا نوروز را تجلیل نکردم سال نو را همیشه تانا بودم ولی این سال را ستاره گفتم میخوایم که با دوستا یک جای باشیم با کلی عزیزا یک جای باشیم امو رقم عمل پیش شیمو و نمو قدر بخشی از ما عزیزیم که میخوای سال نو را قدر شیمو تجلیل کنیم و از مهمان نوازیش گپ نزنم از حوصله مندیش گپ نزنم حوصله‌اش خیلی زیاد است خیلی زیاد بایم که دیشا واقعا مصاحبت خورده میگم بس که بخواب بخیم زو ایران مانداد که تورید کس رو نمیشنوید تورای بسیار ثقیل میگفت لغتای شما نمیفهمیدم اخیر نشد گفت مالا خیلی خوشم میبینه برخاو کنه ببخشی تو خیلی حوصله زیاد است وقتا خیلی حوصله‌اش زیاد تا صبح میگی کلگی مو گفتی و خندیدی و مسخره کردیم بسیار شوخی کردیم خیلی راه گشت خیلی کار کرد از بس ما گفت فصل سعی کردیم که از یک دور کورشون قدر لغارم است از دیست که قدر خدمت میکرد آخر ما سعی کردیم که ما بخیر از ابروجدار میگیریم تو در کار میبه بشیم یعنی واقعا یک دنیا تشکر هستیم وظیفه هست امیدواریم که کارگری بای ما تو را بتونی جبران کنی خدمت کنی بیا دیگه خودت هستو یعنی که همسی خانه خوش برین به خاطر خوب خوش طبعا که خیلی خوشی اگر یک خدمت کنید دیگه نکنم پس برید من در خانه خودگان خم شما یک کلو چای برده خونه بخورین هیچ خدمت بس اینجا تفاوت زیاد مزهش زیادتر شیرینیش زیادتر دو بیخ از مو هست دیگه دیسی از توی بخشی از مو شیرینیش 100 برابر ما هم از یک جایی از یک منطقه اتقولیا شکر قدر نه آقای لالایگو که مروش کنید سلام در کلگیشم بیرسه بازیم شاو که ما اینجا بودی 4 نفر از یک جای نقل میکردیم گفتی فلانی یا چند نفر بودی کلگیم؟ 4 نفر نه سهل
9 نفر 2 نفر خیلی او 2 دیگه هم که 2 نفر دخترها جمع شدیم بسته ما بیخی خواب مانده منده یک دنه آقای از منطقه از مو است اینجی نه او بیخی معجزه یا نه کاملا خیلی خیلی گاه بود دو زمانا خیلی سالای پیش بود نه مثلا در یک مکتب بودی به زوشویی که دادم داد اورمایی مشاوش کدوم بخین تا ایران من داد ماشالله در روش باشه یعنی بخی آدم از او انرژی میگیره نه ما سنوزه سعی میکردم گفتم ای خدا که سباق رزیان مگیم آدم باید زندگی رزی یاد بگیره نه از این رقم آدم ها که سر رای آدم شونه خیلی بده آدم انرژی میده آدم را در دنیا در زندگی امیدوار مونه بس شریفه خیلی تو خوشبختی که ایده بخستو یا نه خیلی رفیقای گونه واقعا خیلی آدم های خوبه من خودشم خبر دارم اینقدر قوم آدم ها دوستی نمونم هر کس میتونه دوست دادن شده هر کس رفیق شیرین دوستی که آدم بتونه جوش اعتماد کنه بسیار کم پیدا میشه با هر کسی دوستی کن ولو با هر کسی نه با هر کسی دوستی کن ولو با هر کسی نه با هر کسی دوستی کن بعدی خنز ما یکم خوب بگیم با هر کسی نه ما خوبی تعریف کنه ما دیشا هم شریفه گفتم ماشاءالله رفیقای تو واقعا حرف نداره مو در شاری خودون خوب کلی دوستا هم شاید است که مثلا بیننده است خیلی قوم است عزیزا است که در کلی برنامه دعوت مونه مهمانی های دعوت مونه موریم ولی مثلا رفیق نیستیم دیگه نه رفیق نیستیم فقط 2 نفری اگر چی که رستوران موری بیرون موری کافه موری هر کجا موری فقط 2 نفری دیگه مثلا اون رفیق نداریم که زیاد نفرا باشیم باز در اینجا ماشاءالله دیشا ما خود چند دفعه اشتر کردم دوم اوش کدوم بس ستاره رقمی دیشا کلگی یک جایش دادیم ما میگیم ماشاءالله در کشوری مثل کانادا بقیه کشورها که ما خبر ندارم دی تنهایی دی بیکسی دی مصروفیت زیاد دوستی خوب واقعا نمیره و عمو تا بهترین دوستا داره ماشاءالله از این دخترو امیر خم کلگیش یک جای باشین کلگی مو یار یاوری هم دیگر خوب باشی دیگه خبری پدر مادر نیست فامیل نیست برای خورش کس نیست کلگی مو فامیل دیگه خوشونیم خیلی در نظر از من خوب بود به نظر من آدم قطر چون کلگی ما شما ما در افغانستان کلگی اجتماعیه مهمان نواز بود مردم بود همیشه در میمانیا بود در روسیه یک جای بود این دیگه کشورهایی که تازه آدم میاد خیلی صمیمیه با مرور زمان کلگی کسایی که 2 سال پیشم ده یا مثلا 15 سال پیشم ده کلگی میگه شما تازه هم ده از اون خاطر بسیار صمیمی است ما میگیم نه آدم مو اخلاق که داشته باشه مو عادت که داشته باشه همیشه قدم است درست است زندگی دیگه کشورها سختی خورد دیره ولی آدم از جامعه خود دور نکنه از مردم خود دور نکنه کوشش کنه به دوستار رو دور بر خود جمع کنه ما شخصا خود مامور هستم کسایی که مرا میشناسه از نزدیک ما در کابل هم رقم بسیار اجتماعی بودم بسیار میهمان نواز هستم بسیار میهمانا رو دوست دارم دیگه در این جمع همیشه در استوریای ما میشمونیم دخترها همیشه در خانه ما میآید بسیار پذیرایی مونم ما یک جمع هستیم 8 نفر 9 نفر خدایی مثل یک فامیل هستیم مثل یک خوار هستیم کلگی تولد را میگیریم سالگرد را میگیریم حتی عروسی هر کدام ما که مثلا نامزدشون عروسی را مو دوستا در بین خود تصمیم میگیریم که باید چه رقم برنامه ریزی کنیم چیکار کنیم چیکار نکنیم دیگه تا جایی که میتونین مردم را خوبی که اجتماعی باشین دوستای خوب دور بر جمع کنین دوست بسیار زیاده ما 3 رقم دوست داریم یکی دوست جانیه دوست مالیه دوست نونیه دوست نونی اونم رقم یک دوسته که ما حداقل آدم نمی‌نخشه ما یک پیاله چای دم رو مخره مورد خانهش یک پیاله چای مخره هم دوست گفته میشه دوستی مالی متاسفانه کم دوست خطرناکه که امروز مثلا اکثریت از دوستای بسیار گیلمون از دوستای شکایت مونه که آره او دوست بود امروز دشمن از ما اون رقم دوست مالی که هدف داره مقصد داره مرام داره با لباس دوست به چهره دوست ما ولی آخرش دشمن میشه یک دوستی جانی داره دوستی جانی و دوستی چی واقعی نمی دوستی جانیه که ام نان را مخره ام چای آدم را مخره موری نان چایش را مخری ام در روزای خوب و در کنار آدم ایستاده است و ما آرزو دارم که کلگی دوستی جانی بلدیخ پیدا کنه دوست هیچ وقت بد نیه دوست هر کس دوست آدم شده میتونه ولی هر دوست راز نگهدار آدم شده نمیتونه با هر کسی دوستی کنین ولی با هر کس راز دل نکنین دیگه بلده شما واقعیتش خوش هستم که دوستای خوب هستین باید اگر دوستی اگر از 1 سال 2 سال بالا شنه دیگه دوست گفتن نمیشه او مثل یک خوار مثل یک برار مثل اعضای فامیل آدم علیه من خودم در دوران مکتب
استاد بودم، معلم بودم. امی پارسال که 2-3 سال پیش که وطن بودم با یک از شاگردای خوب، با وجود که تفاوت سنی خیلی زیاد داریم، حال فعلا در استرالیا زندگی نقد فامیل خو اول استاد از او بودم. بسیار یک شاگردی پرتلاش، بسیار یک شاگردی خوب با شخصیت آرام دیگه. پس انا در کابل آمد کلگی متاق گرفتی، 2-3 تاس خورا بود، دختران مامایش بود، اونو کی گلفشان افتخاری زیار میگیم دیگه. پس یک رقم از اول استاد، بعد از او دوست، بعد از او بخی اعضای فامیل مثل خوار. ما مادر از مادر خود فکر مونم در هر جای کسین اگر می چینل سرا غیر روش منی دیگه سلام بخشی کلگیشم تقدیم مونم. اونو مثال دادم که اونو امروز نه دوست بخشی از ما گفتمش، نه شاگرد بلکه از ما گفتمش، بلکه یک ریزه خوارم، یک یعنی شیرین ترین عزیزم در زندگی اونمویه که اگر دیق شنم، اگر خوش باشم، هر اتفاقی در زندگیم بفته اول بخشیم زنگ میزنم. استاد از مون بودی تو نه؟ آره. چه درس میده؟ انگلیسی. شوخی میگی؟ آره. چند سال پیش؟ بود نه خیلی دیر در پیش. دوران مکتب ما در دوران مکتب شاگرد معلم بودیم. اگر نمو یک سال مثلا در صنف یک سال صنف از مو سر ازی بال بود، بزی مور انگلیسی درس میداد. صنف شما بال بود؟ آره. مو رفتی انگلیسی امو ابو کچر یار. اکیف وان. ماشاءالله. ازیاد گرفتم. آره. یاد چی بخیر. چی ما شاگرد معلم بودم، صنف 9 مکتب، صنف 10 مکتب بودم، صنف 11 درس میدادم. حتی ما کورس داشتم، اکثریت شاگردا شاید اول ما را ببینه کلگیشی دیگه. کمک فعال بودم در دوران مکتب. کمک نه. یعنی حیفی از او کشور، واقعا حیف از او کشور که مثلا این خیلی از آدم ها قسمونه واقعا خیلی از آدمای با استعداد رد دیستیده مفهمی؟ خیلی یعنی در کشور از خودون خلاصه از چی بینالیم دیگه، از چی بینالیم امی که آره اینالی که ام دیم در اینجا انشالله که امور را ادامه بدین جگر. آردیش میگم کل دخترها را میگم، کل دخترای تنها را میگم، امو چیزی را که آرزو دارین در آرزوی خود برسین، بلدیشی جنگ کن، تلاش کن و دمو آرزوهای خود برسین انشالله. و یه قدر که فعال بودین که ماشاءالله این صنف 9 رفتین درس دیدین، واقعا دور رقم سالا خیلی اون چیزا بخش از مو فعلا آسان بوگچیر، ولی در زمانایشی خیلی اعتماد به نفس میخواسته که توی کار کنینه. واقعا افتخار مونم ناقی خمو تو رفیق انتخاب نکده دیگه. امیر قم ما در برنامه قبلی هم گفتم از دنبور ازیدون تو، از استعداد تو، از صدای تو، از مهمان نوازی تو، از آشپزی تو، از همه چیز تو معلومه دیگه. پنجتلا اخلاق و حوصله. ستاره پنجتلا شنیده؟ نه واقعا حوصله. ستاره پنجتلا شنیده؟ نه خود جان چی؟ در خانه از ما مار به حوصله مگه، شما مار با حوصله مگه خیلی خیلی حوصله داری. خیلی یعنی شما دل میشد میگفت مردوی زیار از خانه بور کنم درگر قلف کنم خواو کنم. از بس که قسم کرد ما بخی سرم گیج مرفت از بخواوی ساعت میگفتم 5 بجه شد بازم یا تورش میگفتم 6 بجه شد خواو کن بازم گسوبا یا سر از مردوی یا قابل شده. خو امی کتابچه در انتظارم نه، در نظرشم خیلی بد نیست. دنبوره بخی گناه داره. دزمی من بخی. دوستای نازنین پیشتر در مورد آبای قصه کردیم، در مورد مشکلات ها قصه کردیم، در مورد چالش های زندگی قصه کردیم. بین یک شعر بسیار متغمگین گلچنجده ناب هزارگی را ما تقدیم منم بلده آبای تقدیم منم بلده آبای. روح مادر خودم شاد باشه و تمام آبای ها، تمام مادرایی که در قید حیات است همی به اندازه سر سوزن دردشم را اولادایشم روش نکنه. همیشه تنشم سالم باشه، جانشم جور باشه دیگه. چی بگیم در مورد مادر؟ هر قدر که در مورد مادر در مورد آبای بگیم چی کمه. یک آهنگ در مورد مادر میخوانم. جانوی دل شهوده تو روی یا بای وی بلای بوری دل زیبایی یا بای ای های بلای بوری دل زیبایی یا بای
بله دنیا شده قبل نوازم وی بهشت است در زیر پای یابی ای های بهشت است در زیر پای یابی روزی شد و مزی خانه رایی و کسی نگفت که با مانی خدایی ای های کسی نگفت که با مانی خدایی امو روزی از خانه کجو کردم و پنای خدا و دوستو کردم ای های پنای خدا و دوستو کردم رسیدم بر سر شای بیرانه و یه جای گریه پر سوزو کردم ای های جای گریه پر سوزو کردم عجایب گریه پر سوزو کردم و بلده یا بای شیری افسوسو کردم ای های بلده یا بای شیری افسوسو کردم مهاجرم پرو بالم شکسته و غباری به کسی بر من نشسته ای های غباری به کسی بر من نشسته اگر اینجا بمانم غم بگیرم و اگر آنجا روم ماتم بگیرم ای های اگر آنجا روم ماتم بگیرم پالم گاهو بگا دیونواری و تبسم های ناپیدای یابی ای های تبسم های ناپیدای یابی سفر رفته اگرچه پاسی یاوری ولی در دل است جای یابی ای های ولی در دل است جای یابی که غربت مرا دلگیرو کرده و مرا زندگانی سیرو کرده ای های مرا زندگانی سیرو کرده
از این سو غربت و رنج و غریبی وی از آن سو داغی مادری پیرو کرده ای هی از آن سو داغی مادری پیرو کرده ای هی از آن سو داغی مادری پیرو کرده. یعنی تقدیم کلگیشیم دوستای نازنین. واقعا صدای تالی بخش مادر آدم گلون آدم رو میگیره دیگه. روح مادرم شاد باشه و دنیایش رو خوب کنه دیگه. کمک صدای من گرفته یه معذرت میخوایم از کلگیش مگر نتونستم خوب اجرا کنم. لذت بردیم خیلی زیاد چون گپ از آبای شد از مادر شد. مادر خو یاد کردم گفتم یک آهنگم تقدیمش کنم. تقدیم تمام مادرای آسمانی باشه انشالله. خیلی مو لذت بردیم. قربان شما سلامت باشین. کامنت های خوب دوستای نازنین آواز من گرفته شده کمکی چون مکمل 3-4 روزم شو روز دکار بودم دیروزم دکار بودم شو یکم بخواشتم آواز معلوم میشه که کمکی خیره جبال شده. مفهم شما خیلی خوش دارین. ما بیش یک لحظه خیلی قدر شما قصه کنیم ولی بیچارگو به خدا و بال داره. دیشا خواو نکیدن تا صبح همچنان ما امرقم ما خوشت کافی خوردیم نه کافی من نمخوره. نظرشم چیه که مستقیم سر یک آهنگ دیگه بودی؟ بخی خوبه. بخی خوبه که من تایم یالا از خو ما پیشتر روحم شاد باشه. روحم شاد باشه. نیم شوام میمون هستیم. دیگه نیم شوام بخوام میشیم کلگیم خو خیره. دو دن آهنگ رو بخشیت میخوانم تقدیمونم یکیش خانه ما امشب چراغان نه. یار شیرین آمده بیمانه. این بلدت میخوانم یک دین دیگه بلدت میخوانم بعد از اینمی آهنگ باشه اینمی خداحافظی باشه. خوبه؟ بسیار عالی. با اجازه کلگیشم دوستای نازنین. خدایا بالو پر میدادی ما را و از کوتل گذر میدادی ما را از کوتل گذر میدادی ما را از کوتل گذر آسو نباشه و زیار جانیم خبر میدادی ما را زیار جانیم خبر میدادی ما را یا کشک کوتل چرمو شدی و که کوتل رای مسافر مو شدی که کوتل رای مسافر مو شدی که کوتل رای مسافر خیره و مو از دیده خو اول گرمو شدی مو از دیده خو اول گرمو شدی خدایا بالو پر میدادی ما را و در جاغوری سفر میدادی ما را در جاغوری سفر میدادی ما را در جاغوری سفر آسو نباشه و زیار جانیم خبر میدادی ما را زیار جانیم خبر میدادی ما را یا کشک یا لول تو بایه وی ببلغه یک دفعه میسکل تو بایه ببلغه یک دفعه میسکل تو بایه
بلده دیگا قدر دل سو شده تو وی بلده ازمم کشکی و بال تو بایا بلده ازمم کشکی و بال تو بایا بلده ازمم کشکی و بال تو بایا شو چراغانه یار شیرین آمده میمانه یار شیرین آمده میمانه وای عجب رسمی زمانه شده پالوی یار شش تو نمیمانه پالوی یار شش تو نمیمانه وای عجب رسمی زمانه شده پالوی یار شش تو نمیمانه پالوی یار شش تو نمیمانه جان توبه که زاری کنم آتب و آب تو را راضی کنم آتب و آب تو را راضی کنم آتب و آب تو راضی نموشه یا که یریزه پیش قاضی کنم یا که یریزه پیش قاضی کنم خانه مایم شو چراغانه یار شیرین آمده میمانه یار شیرین آمده میمانه وای عجب رسمی زمانه شده پالوی یار شش تو نمیمانه پالوی یار شش تو نمیمانه جان توبه که زاری کنم آتب و آب تو را راضی کنم آتب و آب تو را راضی کنم آتب و آب تو راضی نموشه یا که عریضه پیش قاضی کنم یا که عریضه پیش قاضی کنم خانه مایم شو چراغانه یار شیرین آمده میمانه یار شیرین آمده میمانه وای عجب رسمی زمانه شده پالوی یار شش تو نمیمانه پالوی یار شش تو نمیمانه واقعا عالی بود خیلی لذت بردیم جگر من دست و درد مکنه صدایت حالیه خود هنر تو واقعا عالی. اوکی عزیزای دل امیدواریم که از برنامه از مو خوشیم باید دیگه اینا خیلی خیلی بخواه خسته از بس که شوق سگ ده گفته گینه آبای گوز پیش نپس نخوانی خو دیگه مو بیرونم رایی شاو اینج خانه یک فامیلی میمانیک ده اونجام بوری بس بخیر امی چند وقتی که دوان کوار هسته بلدهشیم برنامه های خوب شمیگری شمو بورین میدی یوتیوب از مر سابسکرایب کن لایک کن که مو برنامه اگر بیزنی شموش کنین نه دیگه ما قطعا ده که بلدهشیم خیلی ویدیوهای خوبش بگیری چطور دیگه ما از دیدن از تو خیلی خوشحال شدم خیلی زیاد خیلی زحمت میکشی زحمت کشیده امیدوارم که مور تحمل کنی یک فهمو فهمم سرت بعد مخری خیره خیره دیگه شما هر قدر که گپار بگین ما باش شما را خوش دارم سیم تو کنسل کن یا اصلا کنسل کن دوستای نازنین بازم معذرت میخوایم اگر کم کاسیات پنجه دنبوره بود به خاطر اینکه من واقعیتش خیلی خسته هستم و خیلی دیرم شده که ما دنبوره را نزدم و زمین نشدم دیگه آرزو دارم که در جای که هستین خوش باشین بخش کلگیش موفقیت آرزو می‌کنم بازم زیاد بسیار زیاد خوشم دین اردشم را خوش دارم بینندایشم را بخی خوش دارم موفق باشین دیگه تا دیدار بعد خدایا رو نگهدارتان از طرف از من خداحافظ شما رو تندش خاک نازم باشین
خب نازنینا، امیدواریم که از کلی برنامه لذت برده شین و ما کوشش نهایی خرمونی تا چند مدتی که ما دوانکوار هستیم هر روز برنامه داشتیم، برنامه متفاوت داشتیم. ممکنه با تاخیر شیر شونه ولی بالاخره شیر مونیم بخشیشیم بخاطر که ما هم مصروفی نمیتونی که آن تایم در سر وقت چی پرتا کنیم. نه کوشش خرمونیم واقعا در کمک خدا و دوم کافی. خیلی با خاموریم قدر نه کافی مخوریم، ما خمورم نمخوریم. آره کارشونم دیگه. خوش باشین، مواظب صحت مبارک خوب باشین. حتما هر کامنت دارین، پیشنهاد انتقادایشون بله شمای از مو همیشه در کامنت ها بگین تا که مو انتقادی شما رو نشنیده، پیشنهاد شما رو نشنیده، مو هم شاید تغییرات در خودمون کنه. شاید بعضی چیزا هست که از نظر از مو اوکی ولی از نظر شما شاید دیگر رقم معلوم شونه. شما میتونین امور در بخش کامنت بگین تا یک مو متوجه امزو چیزا شونیم. نه